سلام به تمام بچه های کانال همستر. اومدیم امروز با یه ویدیو، اولین ویدیوی کانال رو بذارم. خب آقا، یه آیدی هم راسته، یه توضیحاتی هم بدم. یه آیدی گذاشتم رو دیسکریپشن کانال. شما آیدی من، اون آیدی من اگه هر مشکلی داشت مثلا نمیتونستین وارد شین یا لینک مثلا ندارید، من لینک رو خود کانال میذارم، لینکی همین بازی رو. ولی اگه نداشته میتونید پیام بدید یا مثلا هر مشکل دیگه‌ای که داشتید. خب مثلا میخوایم یک آپدیت جدید همستر یه چیزی رو اضافه کرده که هر روز 1,000,000 میده. مثلا امروز اولین روزش بوده که میشه بیت کوین بوده رمزش. این قسمت رو شما میبینید. خب شما که اینو میزنید 3 بار روش کلیک کنید، 1 2 3 به این حالت میره. خب حالا اینجا که میبینید دیگه این قرمز شده. این قرمز شده. شما اگه اینجا نگه دارید منفیه، ما اینو میگیم منفی، اینو میگیم مثبت. خب اگه شما اینو یه بار منفی 3 بار مثبت بزنید، اینجا یه بی براتون میاد. بعد اینجا یک منفی بگیرید، یه تی براتون میاد. اینجا یک منفی مثبت رو بزنید، براتون بعدی میاد و میتونید 1,000,000 امروز رو دریافت کنید. اینجا می تایمر داره. این یعنی الان 22 ساعت دیگه عوض میشه، یعنی 2 ساعت پیش اومده این. حالا برای برگشتش هم همون چیزی که گفتم 2 بار کلیک میکنید. خب این از یکی از آموزش دیگه. این کارت رو خیلی اصلا ما ندارن نکنیم. راستی چیزی هم بهتون میگم، اگه کارت 5,000,000 نگرفتین، اینا کارت 5,000,000 که بهتون میگم چی باید بگیرین. خب شما میاد اینجا مثلا، حالا اینجا اینو که شما اینو روش میزنین میخرینش، کارت طلای توش داره. یکی دیگه هم تو این قسمته که شما میان پایین، اینجا برای شما قفله. خب حالا این قفله چیکار کنم؟ بیان اینجا تو جای اسپیشیال رو نیو کارت گرفتی. اینجا بهتون میگم نه بزنین. شما بیان رو نیو کارت، یک کارتی به اسم اینجا شکلی وجود داره. این کارت وجود داره. این کارت رو میخواین لول 3 میکنید. نه ببخشید این نیست، ببخشید اشتباهی سوتی دادم، ببخشید اینه ببخشید سوتی وجود بود. اینو شما لول 3 میکنید. وقتی که لول 3 شد، اون گزینه که گفتم براتون باشه، بعدش باید اینا رو پیدا کنید و اینم بخرینش. این لولش مهم نیست. 3 کارت باشه 5,000,000 رو دریافت کنید. اینجا ببینید که کارت برای من بازه. آره اینجا مثلا چون خریدمش، مثلا اون خریدن مثلا واقعا. حالا به چجوری اینا رو واکنیم؟ مثلا برای مثال این قسمت میگه این هستیم اینجا، ببخشید این قسمتی که اینجا نوشته، این نوشته شما باید در اینجا در این 4 قسمت پیدا کنید، بعد اینو بخرینش. و گفته مثلا اینو لول 3 کنید، مثلا اینجا میگه لول 5 کنید، اینجا میگه لول 3 کنید. خب این هم از آموزشمون بود. حالا یکم طولانی شد ولی اخبارای روز رو میذارم. حالا امروز زیاد اخبار روز نذاشتیم، ولی حالا اخبار روز رو تلاش کنم براتون بذارم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید.